12 تا زمان گرامری داریم تو انگلیسی که یکی از اونا گذشته کامل ساده است. به طور کلی و کاملا ساده، گذشته کامل ساده چیزی نیست جز بیان کردن اتفاقی در گذشته قبل از یه اتفاق دیگه‌ای در گذشته که الان داریم راجبش صحبت میکنیم. برو بریم. گذشته کامل ساده، تو چه موقعیت‌هایی ازش استفاده میکنیم؟ جمله سازی باهاش چجوریه و چطور میتونیم توی صحبت‌های روزمره‌مون از یک زمان گرامری انگلیسی که سطح بالاتر از متوسط و داره خیلیا گیج میشن توش، روزمره ازش استفاده کنیم. بریم سراغ چند تا مثال. خب وقتی اومدم خونه او رفته بود. یعنی چی؟ یعنی من اومدم خونه، خب این اتفاق تو گذشته افتاده دیگه، اونم رفته بوده، اونم گذشته است. 2 تا اتفاق داریم توی یه جمله که هر دو توی گذشته اتفاق افتادن. کدومش اول اتفاق افتاده؟ من اومدم خونه یا او رفته بود؟ بریم ببینیم. اولین بار او رفته بود و بعدش من اومدم خونه. یعنی اول اون رفته بود، بعدش من اومدم خونه. When، زمانی که when I came home، یعنی وقتی من اومدم خونه، he had gone، او رفته بوده. نمیتونیم بگیم he was gone یا he went، او رفت. از این کلمات نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون گرامر گذشته کامل ساده است. یا میتونیم برعکس هم بگیم چی؟ He had gone when I came home. When I came home, he had gone. He had gone when I came home. خب این نکته رو یادداشت کنید. زمانی که اتفاقی قبل از یه اتفاق دیگه افتاده و الان داریم راجع به اون 2 تا اتفاق صحبت میکنیم، از گذشته کامل ساده یعنی past perfect simple استفاده میکنیم. چی شد؟ 2 تا اتفاق توی گذشته افتادن، الان داریم راجع به اون 2 تا اتفاق صحبت میکنیم. اون 2 تا اتفاق یکیشون قبل از اون یکی اتفاق افتاده. ساده است ها؟ یه ذره شاید سخت باشه. ساختار جمله سازی گذشته کامل ساده چطوره؟ subject، اول ما ضمیر فاعلیمون رو میاریم. یعنی چی؟ یعنی مثل I, you, he, she, we, they مثلا. بعدش کلمه had، مثلا I had، you had. این گذشته have نیستا بگیم I have من دارم پس I had من داشتم. نه، ترجمه نمی کنیم. این ساختار گرامریه. بعدش چی؟ past participle of the verb. past participle چیه؟ شکل سوم هر فعلی رو میگیم past participle. خب subject که میشد همون فاعل ما، had رو اضافه میکنیم و بعد شکل سوم فعل. واسه جمله خبری البته اینطوریه. هر فعلی 3 تا حالت داره و الان ما با حالت سوم هر فعلی توی گذشته کامل ساده کار داریم. یعنی حالت اول یه فعل میتونه چی باشه؟ مثلا go، یه فعل حالت اول و معمولیش go. حالت دومش went، go رفتن، went رفت، I went من رفتم، I go من میرم. حالا حالت سوم چیه؟ gone. gone یعنی چی؟ رفته شده، به طور رفته، یه همچین چیزی معنی میده و ما تو فارسی کلمه خیلی چیزی رو، یعنی بگم ترجمه خاصی براش نداریم، بیشتر تو انگلیسی استفاده میشه. بعضی از افعال هستن مثل کلمه put، P-U-T. کلمه put 3 تا حالت شبیه همه و فقط شما تو جمله باید متوجه بشی که الان از put تو حالت سوم استفاده شده، یا حالت اوله یا حالت دومه. یه سری کلماتو داریم مثل come حالت اول به حالت سومش یه شکل، حالت دومشه که میشه came. یعنی I come من میام، I came من اومدم، I had come یعنی من اومده بودم، when زمانی که you
مثلا went، شما رفتید، اینم گذشته کامل ساده است. خب به طور مثال I didn't have یعنی من نداشتم. I didn't have any cash. هیچ پول نقدی نداشتم. Because I had lost my wallet. چرا؟ چون من کیف پولم رو گم کرده بودم. پس 2 تا اتفاق افتاده. من هیچ پول نقدی نداشتم چون کیف پولم رو گم کرده بودم. اولی کدوم اتفاق افتاده؟ اول من پول نداشتم یا اول من کیفم رو گم کردم؟ خب معلومه اول کیفم رو گم کردم، بعدش فهمیدم که کیفم رو گم کردم و پولی ندارم. مثال بعدی، وقتی رسیدم به ایستگاه اتوبوس رفته بود. When I arrived، وقتی که من رسیدم I arrived to the bus station، تو ایستگاه اتوبوس the bus، اتوبوسه had gone، رفته بوده. خب کدومش اول اتفاق افتاده؟ The bus had gone، اتوبوس رفته بوده. خب بعدش چه اتفاقی افتاده؟ I arrived to the bus station، من رسیدم به ایستگاه اتوبوس. پس باید حال کامل گذشته کامل ساده رو بگم و بگم چی؟ When I arrived to the bus station the bus had gone. قبل از اینکه به سر کار برم صبحانه خورده بودم. یعنی چی؟ 2 تا اتفاقی که در گذشته افتاده. من قبل از اینکه برم به سر کار صبحونم خورده بودم. خب I had eaten breakfast. eat یعنی خوردن. من میخورم میشه I eat. من خوردم I ate. و حالت سوم eat خوردن میشه eaten. eaten. I had eaten breakfast before I went to work. یعنی قبل از اینکه برم سر کار صبحونه خورده بودم. اول صبحونه خوردم بعد رفتم سر کار. یعنی رفتم سر کار و گذشته است، ولی قبل از سر کار یه اتفاق دیگه افتاده. اتفاق چی بوده؟ صبحونه خورده بودم. پس اینجا گذشته کامل ساده استفاده میکنم. قبل از اینکه بگی تکالیفم رو انجام داده بودم. اول شما گفتی بعد من تکالیفم رو انجام دادم، یا من تکالیفم رو انجام دادم بعدش شما به من گفتی. یعنی 1 شما به من گفتی زمانش گذشته است، 2 تکالیفم رو انجام داده بودم اینم گذشته است. کدومش اول اتفاق افتاده؟ انجام دادن تکالیفم. I had done my homework. ما میگیم مثلا do your homework، تکلیفتو انجام بده. I did my homework، من تکلیفمو انجام دادم. حالا I had done my homework before you said، قبل از اینکه بگی یا قبل اینکه حالا گفتی من تکلیفمو انجام داده بودم. نحوه سوالی کردن گذشته کامل ساده چطوریه؟ ما گفتیم حالت خبری اول subject میاد، بعد had میاد و بعد شکل سوم یعنی past participle of the verb. حالا سوالیش 2 تا چیز جابجا میشن، عین it is و is it. عین مثلا you are و are you به این صورت. had با فاعل جابجا میشه. I had gone، من رفته بودم. حالا میام چی میگم؟ میگم had you gone، آیا رفته بودی؟ When I came home، وقتی که من اومده بودم خونه. مثال had the bus gone، آیا اتوبوس رفته بود؟ When you arrived to the bus station، وقتی که رسیدی به ایستگاه اتوبوس. آیا وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدی اتوبوس رفته بود؟ 2 تا اتفاق افتاده. حالا من دارم از شما سوال میپرسم راجع به هر دو. Answer is this. Yes, the bus had gone when I arrived to the bus station. So, yes, when I arrived to the bus station, the bus had gone. هیچ فرق نمیکنه کدوم اتفاق رو اول بگم چون هر دو گذشتن. فقط اتفاقی که اول افتاده در گذشته و بعد میخوام من اتفاق دومو بگم شامل گذشته کامل ساده میشه. یعنی چی؟
یعنی من میگم the boss had gone، نمیگم I had arrived. متوجه شدید؟ بریم سراغ بعدیش. بله اتوبوس رفته بود که به ایستگاه اتوبوس رسیدم. مثال بعدی Had you eaten the breakfast before you went to work؟ آیا قبل از رفتن به سر کار صبحانه خورده بودید؟ یعنی چی؟ یعنی قبل اینکه بری سر کار یه اتفاقی بوده تو گذشته. صبحونه خوردنتونم یه اتفاقی بوده تو گذشته. حالا میخوام سوال کنم آیا قبل از رفتن به سر کار صبحانه خورده بودید؟ Had you eaten the breakfast؟ کاری که اول کردیم یا قراره بکنیم یا دارم سوال میپرسم که آیا این کارو کردی؟ Before you went to work؟ قبل از اینکه رفتی سر کار؟ This answer. حالا منفی No, I hadn't eaten breakfast before I went to work. یعنی چی؟ یعنی قبل اینکه برم سر کار صبحونه نخورده بودم. نه، من قبل از رفتن به سر کار صبحانه نخورده بودم. No, I hadn't eaten breakfast before I went to work. Let's go. چجوری گذشته کامل ساده رو منفی میکنیم؟ سابجکتمون رو میاریم، طبق معمول had رو اضافه میکنیم بعد از فاعلمون و بعدش یک کلمه not و تمام. مثالش I hadn't gone there before you went. یعنی چی؟ من قبل از رفتن شما آنجا نرفته بودم. یعنی اول شما رفتی بعد نرفتی و بعدش من نرفتم. راحت ها؟ مثلا My mom said that she hadn't seen her father. مامانم گفته که پدرش را ندیده است. My mom said خب that she hadn't seen her father. کدوم اتفاق اول افتاده؟ باهوشا بگن. اتفاقی اول افتاده که had داره و شکل سوم فعل بعدشه. اصلا کار نداریم خبریه یا منفی. اولین اتفاق اینه که she hadn't seen her father. اولین اتفاق اینه که او پدرشو ندیده. حالا مامانه میگه اتفاقی که بعد از این که پدرشو ندیده میگه چی؟ My mom said. مامانم گفت. یه چیزی بوده تو گذشته دیگه. مامانم گفته. حالا در گذشته گفته که چی؟ اتفاق قبلش she hadn't seen her father که باباشو ندیده بوده. سوال با WH questions. حالا ما subject had و past participle یعنی شکل سوم فعل رو یاد گرفتیم. حالا میخوایم با what, where, who, when اینجور کلمات که میگیم WH questions سوال درست کنیم. When had you gone to Canada before the war؟ یعنی چی؟ قبل از جنگ چه زمانی به کانادا رفته بودید؟ خب دو تا اتفاق داریم. شما رفته بودی و اتفاق قبل از جنگ رو من دارم میگم. قبلش جنگ شده بوده و شما رفتی. اول چه اتفاقی افتاده؟ When had you gone؟ چه موقعی رفته بودی؟ Before the war. قبل از جنگ. Who had told you I was a bad man؟ چه کسی به تو گفته بود که من مرد بدی هستم؟ اول کسی به طرف مقابلمون گفته بوده که من آدم بدیم و بعد من میام میگم که من آدم بدی بودم. ظاهرا اون گفته که من آدم بدی بودم. Who had told you I was a bad man؟ که من آدم بدی بودم. Told شکل سوم tell. الان شکل دوم tell یعنی گفتن میشه I told. I tell من میگم I told من گفتم. حالا I had told you من به شما گفته بودم before you go قبل از اینکه بری. مثلا از خودم دارم میگم I had told you before you go. پس told شکل دوم و سومش یه شکل اولش که فقط tell هست تفاوت میکنه. هر فعلی ممکنه تغییر بکنه. ممکنه 3 تا حالتشون شبیه هم باشه، 2 تا شبیه هم باشه، 1 به 3 یا 2 به 3 هیچ فرقی نمیکنه. Thank you for watching this video. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و چنلمون رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. به امید دیدار.